اینجا جاییه که چرخ صنعت مادر کشور میچرخد، اما پشت این آتش و فولاد آجرهای نسوز اگر نباشد، مثلا صنعت ذوب‌ریزی و صنایع پایه کشور در واقع امکان فعالیت نداره. حالا برای تولید این آجرهای نسوز به ماده شیمیایی نیاز است. سنگ‌هایی که معادن استخراج میکنن و یه سری فرآوری‌های روش انجام میدن با یه سری از مواد گرافیتی مخلوط میکنن. این رزین ما به عنوان چسب مخلوط میشه، باعث میشه که استحکام آجر توی دماهای 1900 درجه بتونه تحمل حرارتی داشته باشه. نتایج آزمایش‌ها نشان میدهد استحکام فشاری این آجرها حتی از نمونه‌های خارجی هم بیشتر است. برای شرکت خارجی چیزی نزدیک به عدد 450 هستش مگاپاسکال، ولی برای شرکت ما نزدیک 500 تا 550 است. محصول دوم رزینی است که در صنعت لاستیک استفاده می شود. لایه‌های مختلف تایر به هم چسبندگی قوی داشته باشن. تولیداتی که هم نیاز داخل را تامین می کند و هم جلوی خروج ارز را می گیرد. پیش بینیمون اینه که 4000 تن این دو تا محصول در ایران در سال استفاده میشه و یه چیزی حدود 6 میلیون دلار حداقل در سال کمک میکنه. این دستاورد همراه با 4 محصول تازه دیگر در 23مین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس معرفی شد. نمایشی از توان دانش بنیان‌ها. خانم دکتر بهمنی هستن. محصول دارویشون سیرولیموس بود. در حاشیه اجلاس مجتمع تولید داروهای زیستی یک شرکت دانش بنیان هم افتتاح شد تا زنجیره ارزش محصولات کاملتر شود. یه زیرساختی آماده شده که این شرکت‌های دانش بنیان میتونن جاهای مختلف قرار بگیرن، به صورت زنجیره عمل بکنن، نه به صورت تکی. وقتی به صورت تکی انجام میدن بازار مناسب پیدا نمی‌کنن، نمیتونن در واقع محصولشون بفروشن. وحید زاکریه راد، خبرگزاری صدا و سیما.